سرخط خبرهای مهم: هلاکت یک نفر در سوختار نقطه سوزشواری، وضع مهاجران و همکاری و دادگرفت، نتیجه ملاقات امامعلی رحمان با ولادیمیر پوتین و چخیا مسئله رادیوی آزادی را در جلسه اتحادیه اروپا برداشت. روزتان بخیر باشد بیننده های گرامی. به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 18 مارت. دادگرفت تاجیکستان و روسیه در سال 2024 به تقریباً 2 میلیارد دلار رسیده است، حدود 17% بیشتر از سال قبل از آن. این آمار در ملاقات پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان روز 17 مارت در مسکو صدا داد. به اطلاع کرمل پوتین گفته است روابط ما رشد میکند. سرمایه‌گذاری هم تقریباً همین خیل و حتی اندک بیشتر از 1.6 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. امامعلی رحمان از رشد با سرعتی روابط بین دو کشور ستایش کرده گفته است مسکو شریک پیشرفته تجارتی و اقتصادی تاجیکستان میماند. دیرتر هر دوی آنها به خبرنگاران گفتند که مسئله مهاجرت کاری را هم بررسی کردند. امروز ما همکاری در ساحه مهاجرت مهنتی را مفصل بررسی نمودیم، گفت پرزیدنت تاجیکستان، ولی تفصیلات نداد. رئیس جمهور روسیه اضافه کرد که حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه کار و زندگی می کنند. آنها در ساحه‌های گوناگون به ویژه ساختمان و خودروی منزلی و کمونالی، نقلیات و حمل و نقل کار می کنند و در رشد اقتصاد روسیه سهمی نمایان دارند و مهم آن است که پولهای فرستاده آنها به وطن دستگیری قابل ملاحظه هم برای تاجیکستان و هم برای خانواده‌هایشان است. اما درباره آنچه که در ملاقات یک به یک و پس درهای بسته از دو طرف صدا داده است اطلاعی در دست نیست. این هم در حالی است که طی یک سال اخیر بعد حمله مرگبار به کراکوسیتی هال مهاجران کره تاجیک در روسیه در شرایط سخت‌ترین قرار دارند. سفر پرزیدنت امامعلی رحمان و مسکو نیز در آستانه یک سالگی حمله به تالار کنسرتی کراکوس صورت گرفت. با گمان حمله طرح‌ریزی و کمک در آن بیش از 20 نفر اساساً شهروندان تاجیکستان گمان بردانسته می‌شوند. در پی یک سوختار در نقطه سوزشواری نویه اسپیتامین یک از جان باخته، یک نفر دیگر جراحت وزنی برداشته است. سوختار ساعت 8:45 صبح روز 17 مارت رخ داده، ولی مسئولین پایگاه به خدمات دولتی آتش نشانی اطلاع ندادند و این نهاد خود آگاه شده به جای حادثه رفته است. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که کارمندان این نهاد قربانیان را از آتش بیرون آوردند. مقامات یکی از سبب‌های سر زدن سوختار را رعایت نکردن طلبات ضد سوختار از جانب پایگاه سوزشواری گفتند. سبب‌های دیگری سوختار، مساحت و زیان مالی رسیده شده معین کرده می شود. کاربران رادیو آزادی با ارسال چند عکس و نوارها گفتند که در ناحیه اسپیتامین سوختار سر زده است. وزارت کار داخلی گفت سال 2024 در تاجیکستان 1175 سوختار رخ داد که در نتیجه 17 نفر از جمله 11 نابالغ جان خود را از دست دادند. وزیران کارهای خارجه اتحادیه اروپا حمایت مالی احتمالی را از رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی به طور مختصر بررسی کردند. موضوع را روز 17 مارت یان لیپافسکی وزیر امور خارجه چخیا در نشست دیپلمات‌های ارشد در بروسل در میان گذاشت. یک منبع آگاه به رادیو آزادی گفت که نمایندگان لهستان، لاتویا، استونیا و لیتوا پشتیبانی خود را از این موضوع بیان داشتند. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بخشی از آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا یا USAGM است. بنا به نامه‌ای که روز 15 مارت از این آژانسی دسترس شد، یاری مالی تصدیق شده از طرف کنگره برای رادیو آزادی ختم گردیده است. یان لیپافسکی وزیر کار خارجه چخیا به ضرورت کار رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی تاکید کرد و فعالیت این رسانه را چراغ برای ساکنان کشورهای خودکامه دانست. تا کنون به حمایت از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و صدای آمریکا سازمان‌های زیادی از جمله گزارشگران بدون مرز و کمیته دفاع از خبرنگاران صدا بلند کردند. 16 مارت به فرودگاه بین‌المللی خوجند هواپیمای شرکت اسمن ایرلاینز قرقیزستان فرود آمد و خطسری بیشکک خوجند بیشکک فعال شد. قرار است آن هفته یک مرتبه پرواز انجام دهد. از آن پیش شرکت هوایی سومونایر بعد تنفسی قریب 4 ساله از دوشنبه به بیشکک رفت. مقصدی از سرگیری پروازها را مسئولان خطسیرها گسترش همکاری‌های اقتصادی، سیاحی و فرهنگی میان تاجیکستان و قرقیزستان ارزیابی کردند. فرزان محمدی با تفصیلات بیشتر از شهر خوجند.
در نخستین پرواز شرکت هوایی اسمان ایرلاینز به خوجند 70 نفر عبارت از روزنامه‌نگاران، بلاگ‌نویسان و شخصان رسمی از پایتخت قرقیزستان آمدند. خوش آمدید مهمانان ارجمند. با این پرواز خطسیر نوی بیشکک خوجند بیشکک روز 16 مارت فعال شد. قرار است پروازها همین طور دوام کنند و مردم دو کشور را به هم نزدیک گردانند. Почему историческое событие? Потому что уже за много лет не было ни разу авиасообщения. من فعال شدن این خطسیر را حادثه تاریخی می‌دانم. برای آن که چندین سالها چنین خطسیر نبود و مردم واقعاً انتظاری می‌کشید. مناسبت را نگاه داشتن برای مردم دو دولت خیلی مهم است. ما همسایه نزدیکیم و این تصور ناپذیر بود که به خانه همدیگر رفتن نمی‌توانستیم. این خیلی دشوار بود. Находимся рядом, но просто друг до друга даже не могли добираться, да, то есть это было сложно ранее. قسمی زیاد مهمانان، بلاگران و روزنامه‌نگاران فعال قرقیزستان بودند که در یک روز چندین منطقه های تاریخی و سیاحی ولایت سوغد را عکس برداری و نوارگیری کردند. Я никогда не был в Таджикистане, во-первых. باره هم در تاجیکستان نبودم. همچون بلاگر سیاحی باید بگویم که در تاجیکستان بودن بسیار جالب است. حالا در شهر خوجند هستیم و میخواهم که از دوشنبه هم دیدن کنم. میخواهم با مردم اینجا و با بلاگران از نزدیک شناسایی پیدا کنم. من میدونم که در اینجا جایهای زیادی هستند که نوارهای جالب آماده کردن میشود. این سفر قرقیزستانی ها به تاجیکستان در حال است که هفته پیش گروهی از تاجیکستان با شرکت هوایی سامان ایر به بیشکک نخستین پرواز را بعد تنفس 4 ساله انجام داد. اینجا تنها بلاگران و روزنامه‌نگاران هم نبودند، نماینده‌های ساختارهای حکومتی، ساختارهای دولتی هم بودند. این یک پایتی دوستی حکومت است. مثل اینکه اینها هدفشان هم در خوجند تا جایی که من دیدم و هم در قرقیزستان هدفشان نشان دادن امکانیت‌های سیاحی دو کشور بود. بعدا ما مشترکات داریم که مثلا دو کشور اهالی مثلا قرقیز زبان در تاجیکستان زندگی میکنند، اهالی تاجیک زبان در قرقیزستان زندگی میکنند. یعنی به هر نوع این یکی از مهمترین قدم‌های یکی از مهمترین واقعه‌های سال آخر بود. اما شرکت روزنامه‌نگاران و بلاگران این هدف را داشت که واقعه بازتاب وسیع و صمیمانه پیدا کند. اینجا راهبران بعضی روزنامه‌ها، بلاگرهای مشهور حضور دارند. من گمان دارم که وظیفه خودشان، اصالت خودشان را خوب اجرا میکنند. از صحبت‌ها با من شخصا معلوم گشت که خیلی مناسبت خوب، تاثیرات خوب دارند. اونها در 3 اگر نقطه تشریف آورده باشند، اگر تاثیرات خیلی خوب برداشتن از اونجا و از مناسبت مردم تاجیک هم خیلی راضی هستند. Да, очень много знакомых журналистов. Мы как раз обсуждали, что با بسیار روزنامه‌نگاران اینجا شناس هستیم و در واقع سری مسئله لایحه‌های یکجایی صحبت کردیم. موادهای یکجایی آماده کنیم خیلی خوب می شود. من فکر می کنم که برای روزنامه‌نگاران هر دو طرف خیلی جالب می شود. تکنولوژیا با سرعت کیهانی پیش می رود و این فرصت را از دست نباید دهیم. технологии приходят, и очень важно что-то новое создавать. این پروازها بعد آن اثر گرفته شد که روز 13 مارت با اجازه سران دولت‌ها مرزهای دو کشور گشوده شد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و صادر جباروف همتای قرقیزی او روز پنجشنبه گذشته سازشنامه حل مشکلات مرزی را امضا کردند و راه‌های زمینی و هوایی باز شدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. دادگاه در تبلیسی رئیس جمهوری پیشین گرجستان میخائیل ساکاشویلی را با اتهام غیر قانونی گذشتن از سرحد در سال 2021 با 4.5 سال زندان محکوم کرد. با گزارش رسانه‌های گرجستان از 17 مارس ساکاشویلی در مرافعه شرکت نداشت. میخائیل ساکاشویلی در ماه اکتبر سال 2021 بعد 8 سال از خارج به وطن برگشت ولی از طرف ماموران انتظامی دستگیر شد. از آن زمان تا حالا در حبس است.
هفته پیش دادگاه تبلیسی پرزیدنت پیشین گرجستان را با گناه تصرف پول دولت در سالهای 2009-2013 به 9 سال زندان محکوم کرد. حزب جنبش متحد ملی ساکاشویلی این حکم را دارای انگیزه سیاسی نامید. قبلا ساکاشویلی با گناه سوء استفاده از منصب به 6 سال حبس محکوم شده بود. میخائیل ساکاشویلی از سال 2004 تا 2012 رئیس جمهور گرجستان بود. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 18 марти соли 1953 аввалин барномаи тоҷикии радиои озодӣ пахш шуд. маҷаллаи 10 то 15 дақиқаӣ ба забони тоҷикӣ бахше аз барномаҳои осиёи марказии радиои озодӣ буд. баъди соли 1975 барномаҳои бахши тоҷикии радиои озодӣ мустақил ва тӯлонитар шуданд. ҳоло радиои озодӣ як расонаи пешқадами хабарӣ ба забони тоҷикӣ аст ки на танҳо барномаҳои радиоии 24 соата дорад, балки дар ҳама соҳаҳои чандрасонаии замонавӣ, интернет, видео, шабакаҳои иҷтимоӣ ва дигарҳо охирин таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро тақдим мекунанд. 18 марти соли 2018 вазорати фарҳанги Тоҷикистон китоби намунаҳои либоси милливу аврупоиро нашр кард, ки барои пӯшидани занону духтарони тоҷик машварат мешавад. дресс-код ё қоидаи либоспӯшӣ аз ҷумла домани кӯтоҳро дар либоси аврупоӣ ва баръакс домани дарозро дар куртаҳои тоҷикӣ манъ мекунад. ин тавсия яке аз талошҳои дигари мақомоти тоҷик барои ба гуфтаашон пешгирӣ аз беназмӣ дар либоспӯшиву таъсири фарҳангу ақидаҳои мазҳабии бегона буд, вале бисёр сокинон онро ҳамчун дахолат ба ҳаёти шахсӣ интиқод карданд. 18 марти соли 2017 дар 94 солагӣ донишманди санъату фарҳангшиноси тоҷик Низом Нурҷонов даргузашт. доктори илми санъатшиносӣ ва профессори шинохта аз аввалин коршиносони жанрҳои драма, операву балет, рақс ва фолклору мусиқии тоҷик буд ва бисёр таҳқиқоташ барои шинохти беҳтари таъриху рушди ҳунар ва фарҳанги миллии тоҷик мусоидат кардааст. صبح امروز بانک ملی 1000 روبل روسی را با 130 سومانی، 100 یورو با 1192 سومانی و 100 دلار را 1093 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. تا فردا در همین وقت ساعت خدا نگهدار.